سلام خانمای نازنین، شما هم اگر بعد از زایمان اضافه وزن گرفتین و هر کار میکنین وزنتون اصلا تغییر نمیکنه، از این نوشیدنی حتما امتحان کنین. 10 تا 15 کیلو لاغرتر میشین. خب یک دسته کرفس نیاز داریم، ما 200 گرم لبو نیاز داریم و 200 گرم دیگه هویج، 3 تا 4 عدد لیمو ترش، 150 گرم زنجبیل. خب اینا رو ما خوب میگیریم، میشوریم و توته میکنیم، آبش با آب میوه‌گیر میگیریم در داخل یک بوتل. 2 هفته میتونیم اینا رو در یخچال نگهداری کنیم. صبحیا با معده خالی 1 گیلاس از می نوشیم که هم معده ما را شستشو میده، هم ضد سمزدایی است و هم از ریزش مو نجاتتان میده. اگر صورتتان اکنه در میاره از اونا هم شما رو نجات میده و وزنتان هم بسیار زود پایین میاره. دوستان از این حتما امتحان کنین و ببینین که در صورتتان چی شفافیت میآید، چی یک نور خاص به صورتتان میآید. این واقعا اسکین بسیار شفاف و روشن میکنه. دوستان نازنین امتحان کنین و در زیر کامنت بنویسین که شما چی نتیجه ای از این نوشیدنی گرفتین. من که همیشه امتحان میکنم و دوست داشتم دفعه همراه شما شریک